سلام به دوستان عزیزم. خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید. این داستان بر اساس واقعیت می باشد. از وقتی 6 سالم بود متوجه خیانت‌های مامانم شده بودم. پدرم مرد زحمتکش و مهربونی بود. مامانم هم خیلی دوست داشت. کافی بود لب تر کنه تا بابام دنیا رو به پاش بریزه. اما شنیدین که میگن خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند. چون خیلی کوچیک بودم و کسی نبود از من مراقبت کنه، مادرم منو به قرارای مختلف میبرد و گپ زدن و خوشو بش کردن مامانمو با بقیه مردا میدیدم. مامان به خیال خودش میخواست دهن منو ببنده و به هم پول میداد تا هر چی دلم میخواد بخرم. اما این سکوت من فقط به خاطر پدرم بود. میدونستم اگه بفهمه خیلی ناراحت میشه. گناه داشت. مامانمو عاشقانه دوست داشت. اون اوایل عشقشون 2 طرفه بود. اما امان از هوس‌بازی که زندگی‌ها رو نابود میکنه. کم کم زندگیمون بیروح و بیروح‌تر میشد. مامان دیگه توجهی به من و زندگیش نمیکرد. بابا هم که از صبح تا شب سر کار بود. داشتن یه همچین عمارت بزرگی هم به خاطر تلاشای بابام بود. با 1000 تا بهونه از بابام خواستم که برام گوشی بگیره. اوایل فقط باهاش بازی میکردم. اما هرچی که میگذشت نیاز من به توجه و محبت بیشتر میشد. بیشتر میرفتم سمت پسرا و مدام باشون حرف میزدم. همه توجه از جانب پسرا میگرفتم تا خانواده خودم. به خاطر گوشه‌گیریم و اجتماعی نبودنم نمیتونستم با بقیه دخترها ارتباط بگیرم. چون اولین سوالاتی که میپرسیدن در مورد خانواده و خونه زندگیمون بود. منم که بویی از داشتن خانواده و محبت‌های خالصانه مادرانه نبرده بودم. کلاس 9 بودم که با یه دختر به اسم زهرا آشنا شدم. خیلی به دلم نشست. زهرا کنجکاوی خاصی نسبت به زندگیم نداشت. همین موضوع باعث شد که بیشتر جذبش بشم. زهرا شده بود همدم تنهاییام. البته هنوز به کارم با پسرها ادامه میدادم و کار هر روزم شده بود چت کردن با اونا. خوب بود تا حدی سرگرم می شدم و جو سنگین خونه رو تحمل می کردم. حالم با زهرا روز به روز بهتر می شد تا دوباره دنیا روی تاریکش رو به هم نشون داد. یه روز زهرا اومد خونمون و گفت که باید از این شهر بره و پدرش انتقالی گرفته. دوباره من تنها شدم. پدرم هم جدیداً خیلی مشکوک می زد. عین یه جوون 20 خورده ساله به خودش عطر می زد و شیک می پوشید و می رفت بیرون. حتی دیر وقت به خونه می اومد. گاهی شبا هم که خونه نبود. بوی خیانت رو از راه دور می فهمیدم. برای من ضربه پشت ضربه شده بود. اول مامانم، بعد رفتن زهرا و حالا هم که کارای بابام. گوشگیر و افسرده بودم. حالا هم که دیگه بدتر شدم. وقتی دیدم هر دوشون به کارای میرسن، منم تصمیم گرفتم ارتباطمو با پسرا بیشتر کنم. بعضی وقتا با همون پسرا قرارای حضوری میذاشتم و میرفتم دیدنشون. حداقل توجهشون تا حدی منو سیراب میکرد. اما کمبودای من انقدر شدید بود که این چیزا قانعم نمیکرد. یه روز که توی کافه تنهایی نشسته بودم و به زندگی نکبتبار خونوادم فکر میکردم، یه پسره اومد روبروم. اجازه خواست که بشینه. یه نگاه به سر تا پاش کردم. خیلی پسر جذابی بود. منم از خدا خواسته قبول کردم. ولی محلش ندادم. تا سر صحبت رو باز کرد و گفت انقدر قصه نخور دختر، همه چیز درست میشه. اینو که گفت یه نگاه به چشماش کردم و گفتم هیچ چیز درست نمیشه. انگاری روانشناس بود. مثل یه عالم همه چیزدان با هم صحبت میکرد. تلاش میکرد تا با نظریه‌های روانشناسی حال منو خوب کنه. دروغ چرا؟ حرفاش بی تاثیر نبود. البته اگه شخص دیگه‌ای بود شاید قبول نمی‌کردم و میگفتم همه این حرفا چرت و پرته. اما این آدم چی داشت؟ چقدر خوب منو درک میکرد. دیگه آخر شب شده بود و
من باید میرفتم خونه. از آقای عالم همه چیزان خداحافظی کردم که یهو گفت من آخر هفته عصر میام اینجا. داشت چراغ سبز نشون میداد. خیلی برام جذاب بود. خوشم اومده بود ازش. کل هفته دل تو دلم نبود که دوباره برم همون کافه و ببینمش. بالاخره آخر هفته رسید. کلی به خودم رسیدم. حرکت کردم سمت کافه. فهمیدم اسمش سامانه. این سری دیگه خبری از فلسفه های سامان نبود و فقط خنده و توجه و محبت نثار روح زخمی من میکرد. کنارش آروم بودم. انگاری هیچ اتفاقی نیفتاده بود و فقط من و سامان توی این کره خاکی زندگی میکردیم. مگه من از زندگی چی میخواستم؟ همین لحظه های ناب و خالصانه. یه روز که منتظرش بودم باریستای کافه برام یه کاغذ آورد. بازش کردم. نامه از سمت سامان بود و نوشته بود سلام به روی ماه مهتاب خانم که مثل خورشید درخشانه. نمیتونستم تو رود این حرفا رو بزنم. برای همین برات نامه نوشتم. از روز اولی که دیدمت عاشق چشات و نگاه گیرات شدم. این شماره منه. اگه جوابت مثبت بود زنگ بزن. دلم حسابی تالاپ طلوب میکرد. پس حسمون دو طرفه بود. با کلی خجالت زنگش زدم و اون روز شد اولین روز عاشقانمون. سامان هر از گاهی میومد دم خونمون و تو ماشین کلی دور میخوردیم. دیگه قرارامون از کافه و ماشین شده بود خونه. تقریبا هر روز میرفتم خونه سامان و کلی با هم حرف میزدیم. میرقصیدیم، کتاب میخوندیم. سامان تا اون موقع هیچ درخواست خاصی از من نداشت. میدونستم که منتظره تا من آمادگی لازم رو پیدا کنم. اما منم خیلی دلم میخواست با اون یکیشم و عشق حقیقی رو پیدا کنم. من خودم رو آماده کرده بودم و به خودم گفتم قرار بعدی انجامش میدیم. روز موعود فرا رسید. من یه حموم حسابی کردم و کلی به تنم و موهام عطر مخصوص خودم رو زدم. همون عطری که سامان دیوونش بود. یه لباس خیلی جذابم پوشیدم که سفیدی به رخ میکشید. در رو با کلید باز کردم و یهو جلوی سامان سبز شدم. از ترس یه داد بلند کشید و یه قدم رفت عقب. من که از ترسش فقط میخندیدم. سامان اولش با عصبانیت نگام کرد. بعد خنده جای چشای عصبیشو گرفت و یه بغل خوشگل نثار روحی که به تازگی رنگ زندگی رو دیده کرد. رفتیم تو اتاق و رفتم به امنش. بهش گفتم که اجازه میدم که بعد از مدت‌ها انجامش بدیم. تمام عشق و علاقم رو ریختن تو چشام. اونم با چشای گیراش بهم گفت مطمئنی؟ با تمام قلبم بهش جواب مثبت دادم. اون شب من پر از نیاز بودم و با تمام خواهشم نگاش میکردم که رابطه من و سامان هر روز بهتر از قبل میشد. هر روز حرفای سامان بیشتر میشد و فلسفه های بیشتری سر هم میکرد و تحویلم میداد. یه روز تصمیم گرفتم برم و با غذای مورد علاقهش سورپرایزش کنم. همین که درو باز کردم خدای من چی میدیدم؟ سامانو توی اون وضعیت دیدن خیلی سخت بود. اون روز سامان انقدر مواد مصرف کرده بود که حتی جون نداشت جواب داد و بیدادای منو بده و خیلی بیخیال و راحت به کارش ادامه میداد. با گریه خونه رو ترک کردم. پس این زندگی کی میخواست روی خوشش رو به هم نشون بده؟ مدتها با سامان قهر بودم. خیلی دلتنگش شدم و تصمیم گرفتم کمکش کنم. این دفعه رفتم خونش و با کلید در رو باز کردم. از صداهایی که از کنج لذت خودمون شنیدم برق از سرم پرید. دیگه این سامان اون سامان من نبود. 1000 درجه از همدیگه متفاوت بودن. همون لحظه براش یه نامه نوشتم و کلیدای خونه رو گذاشتم کنارش. از خونه رفتم بیرون. آخه چرا این بلاها سر من میاد و من انقدر باید بدبختی بکشم؟ یه مرده متحرک شده بودم. همش توی خونه مشغول گریه و زاری بودم. به خوردن مشروبات الکلی رو آوردم.
چون منو از دنیای کثیف آدما میتونست خارج کنه یا حداقل یه مسکنی برای دردام بود. دوباره حرف زدن با پسرا رو شروع کردم. این بار فقط از پشت تلفن نبود و با اولین صحبت خونشون قرار میذاشتن. اصلا برام مهم نبود چند نفر به هم نزدیک میشن. اونا هم که فرصت و غنیمت میشمردن و تا میتونستن نوشیدنی به خوردن میدادن. حتی بعضی وقتا به دوستاشونم میگفتن بیان و چند. این کار دیگه برای من شده بود عادت، چون تموم حرکات اونا منو یاد سامانم مینداخت. سامانی که دیوونه‌وار دوستش داشتم و دارم. حتی بیماریایی که قرار بود بگیرم برام مهم نبود. من دیگه چیزی برای باختن به این زندگی نداشتم. آخر شب که از قرار برگشتم خونه، خیلی آروم از کنار سرایداری و نگهبان رد شم. حوصله سلام علیکاش و اون چشای هیزشو نداشتم. ظرفیتم برای امروز تکمیل بود. همین که اومدم از کنار سرایداری رد شم، یه صدای آشنا توجهمو جلب کرد. در خونه رو خیلی آروم باز کردم و وای، از چیزی که میدیدم شوکه شدم. با صدای من مامان و نگهبان به سمت من برگشتن. مامان خیلی سریع یه چیزی دور خودش التماسم میکرد که به بابا چیزی نگم. بهش گفتم منم باید باشم، یا من بازی یا بازی خراب. مامان از این حرفم شوکه شد و وقتی سکوتشو دیدم رفتم سمت نگهبانی و شروع کردم. تو چشام خواهش و التماس بود. کاش مامانم جلومو میگرفت و حتی منو به باد میداد. اما وقتی که اونم جلو اومد تمام تصوراتم فرو ریخت. نگهبان خونمون تمام حرکاتش کاملا شبیه سامان بود و من لذت زیادی ازش میبردم. بعضی وقتا که حتی مامان نبود می اومدم تو خونه سرایداری و با انجامش میدادیم. من دیگه تو باطلاق فرو رفته بودم. بیرون اومدن ازش غیر ممکن بود. اما فقط با یه روشی که بابام پیشنهاد داد ممکن میشد. بابام میگفت یه خواستگار خیلی خوبه که پسر همکارش و وضع مالیش هم خیلی خوبه. برای من خیلی فرقی نداشت. حداقل بهتر از جهنمی بود که الان توشم. با همون جلسه اول قبول کردم و 2 ماه بعد رفتیم سر خونه زندگیمون. آرمین پسر بدی نبود و سرش تو کارش بود. منم خودم رو با کلاسای مختلف از آشپزی گرفته تا کلاس یوگا و زبان سرگرم می‌کردم. حداقل اگه عاشقش نیستم پول که داره. حتی وضعش بهتر از بابامه. اما از طرفی تنها تر شده بودم چون آرمین مدام مأموریت‌های چند هفته‌ای بود و منم که کسی رو نداشتم. 1 سال از ازدواجم گذشته بود. اما حس می‌کردم آرمین از همون اوایل ازدواج تا امروز یه جوری رفتار می‌کنه. دیگه ترس داشتم که چیز جدیدی رو بشنوم و آرامشم رو خراب کنه. بالاخره آرمین از سفر کاری برگشت. وقتی که داشتم چمدونش رو باز می‌کردم با بسته‌های مواد روبرو شدم. دوباره بعد از 1 سال دنیا رو سرم خراب شد. نمیتونستم اعتراضی کنم چون با جدا شدنم از آرمین باید به همون خونه پر از ماجرا برمیگشتم. منم اینو نمیخواستم. تصمیم گرفتم بشم همون دختر قبلی. ولی این دفعه وقتی که آرمین نبود با نگهبان خونه خودم انجامش میدادم. ممنون میشم نظرتون رو برای این داستان واقعی کامنت کنین.